بینای حکومت شهر کلوب بعد 2.5 سال و با خرج 6 میلیون سومانی بازسازی و در حضور سروزیر قاهر رسولزاده به استفاده داده شد. در این مدت مسئولین حکومت در هر بنا اجاره می نشستند. خود رئیس شهر اول در قرارگاه رئیس ولایت و بعد در بینای سابق اگروینیس بانک می نشست. ما در قسمت خدمات ولایت همش با نقش گرفته شده است. ما سال گذشته هم قسم مبلغ گذاری کردیم از حساب ولایت و این سال اداره مالی ولایت هم در اینجا هستم. خود حساب کتاب کردیم 6 میلیون و 100 هزار تومان مبلغ جدا شده است. خود از نوسازی شده با کار آغاز می‌کنه. بینای شهرداری کلوب را 2.5 سال پیش بهرام عنایت‌زاده رئیس سابق شهر برای تعمیر ویران کرده بود. او گفته بود که بنا به هیزمخانه تبدیل یافته است و تاخانه‌اش را حشرات زده است. در زمستان خنکی، در تابستان از گرما کار و فعالیت درست کردن نمیتونستند. اینقدر کایکی که در اونجا پیدا شدگی بود میبخشه اومده با همون جای کابینت دوم سوم چهارم لغت کار کردگی بود. ما که تازه کار هستم زیبا پرستی هست این عملها با سرور دولت هم در تشریفشون موافقه شد و روزگی خود رو در تجدید همین بنا دادن. عنایت‌زاده گفته بود که بنا در 3 ماه تعمیر می شود اما 2.5 سال طول کشید. بختیار نظرزاده شهرداری کلوب هم برابر تعیین شدن در این مقام کار را از تعمیر بنا سر کرد. حالا دیگر مسئولین شهرداری اینجا و آنجا نمی نشینند و جمع شدن آنها در یک بنا سرگردانی ساکنان را کم و پیدا کردن مقامات را آسان کرده است. محمود جان رحمتزاده، آزادی، کلوب. سلام، اگر خط و خبر می‌خواهید ما داریم. نوید بامدادی، سرخط خبرها، اخبار تاجیکستان و جهان، گزارش‌ها و تحلیل‌ها. چی می‌گذرد و چرا؟ دانستن فهمیدن است. ضمیمه یا اپ ما را بگیرید.